میخوایم ما همدیگه بریم غار نمکی جزیره قشم رو ببینیم و کل مسیرمون پر از صحنه‌های بسیار زیبا و جذابه. بچه قشم خیلی آزاده، تقریبا میشه گفت هر چی که دلتون میخواد میتونید بپوشید، واقعا کسی کار به کارتون نداره. ولی تا زمانی که مثلا با یه بومی باشید بیشتر، یعنی خیلی بهتره. حالا تو لیدر من مصطفی مال همینجاست، هر روز میاد دنبالم، با ماشین میریم بیرون، همش من میگه هر چی دوست داری بپوش، تا با منی در امانی. ساعت 3 خواب بودم، برق رفت، یهو ترسیدم، از خواب بیدار شدم. بعد دیگه خوابم نبود تا ساعت 6 بلند شدم، یه دوش گرفتم و اینا، رفتم دوباره چرت بزنم. ساعت 8:45 برق رفت دیگه، اصلا نتونستم موامو، اصلا خودش خوش شد، ولی خواستم بخور صافشون کنم اینقدر وزوزی نباشن، نشد. بچه این چون لیدر من آقا مصطفی هر روز میاد دنبالم، صبح میریم بیرون. سلام. اینجا یه نوشیدنی بگیریم و بریم. اینم که دریای زیبای قشم. نهایت زیباست. واقعا شکلات آب شده، شکلات سفید، خیلی قشنگه. اصلا باور نکردنیه که یه روزی اینا همه زیر آب بوده. خیلی قشنگه، این نهایت زیباست. خب من رفتم دیگه مصطفی، خداحافظ. بو کجا میخوای بری حالا؟ کلا صدفی زیر دریا بوده، این کلا کوههای صدفیه. این بچه اینا رو میبینی؟ اینا همه زیر دریا بوده. اینا صدفاشه. نبرین اینا رو، بذارین همینجا بمونه. نه با خدا باز نکردم اصلا. چقدر قشنگه. ساحل فکر دست نخورده. چقدر قشنگه، خیلی زیبا، خیلی قشنگه. آقا اینا رو نریزین تو پلاستیک ببرین، اینا قشنگیش اینه که همینجا باشه. بهتره فکر کنم. آره. تکون نمیخوره. آره. زیباییشو نمیشه واقعا توی فیلم و کلیپ نشون داد. طبیعت دست نزده قشم اینجاست.
باور نکردنیه. ببینین چقدر زیبان. خیلی قشنگه. خود ببینید چقدر زیباست، چقدر قشنگه. اینا اینجا قشنگه، نریزین تو پلاستیک ببرین. به خدا تو خونه قشنگی نداره. اصلا باور نکردنیه. اصلا انگار خاک نیست واقعا، انگار اکلیله. خیلی زیباست، خیلی قشنگه. چقدر خوشگله. اصلا واقعا انگار خاک نیست. نگاه کنید. اومدیم غار نمکی. البته قبلش رفتیم تو آب، لباسام حسابی خیس شد دیگه، مجبور شدم شلوار رو بزنم بالا. این ماشینم که می‌بینید توریستای فرانسوی ان اومدن واسه دیدن غار نمکی. بریم داخل ببینیم چه خبره. هر کسی نمیتونه اینجا بیاد، باید حتما با یه بومی بیاین اینجا، وگرنه کسی نمیارتون واقعا. عجب تانکی هم برداشتن آوردن. نه اینا پلاکش هم بگیری. پلاکش یه اف که زده مال فرانسه است. فرانسه است؟ آره. شما کوه رو مثلا بگیر. اینا کوه‌های قرمز رنگیه که تو هرمز بیشتر می‌بینین. ولی میگه اگه بارون بیاد اینا حسابی قرمز میشن، دیگه مثل خون میشن واقعا. بریم. ماشین این فرانسویاست که اومدن، خیلی باحاله. بعد پرچم هم زدن اون جلوش، پرچم جمهوری اسلامی زدن، کسی کار به کارشو نداشته باشه. حکایت نقی شد که رفتم سوریه. عجب کمپریه بچه‌ها، نگاه کنید. عالیه. غار نمکدان، سولت کیو. چقدر گرمه. خیلی باله. مثلا این کوه نمکیه. بریم داخلشون. دنیای نمک. آتیش. آره اینجا یه تکات شد. میخوایم بریم تو این غاره. من نمیدونم این فرانسوی اینجا را کجا پیدا کردن واقعا. نه؟ آره. دست در نکنه سفر. سلامت. واسه همه نمکه. خیلی باحاله. یعنی این قاره اصلا همش از نمک درست شده. ولی ترسناک هم هست نیست؟ بیا مصطفی یه جلو. اینجا رو نگاه. وای خدایا من. این قشنگ‌تر از این هست. داریم این تو غار نمکی. با خدا ترسناک هم هست. اینا همه نمکه. حساسیت به نمک نداری؟ نه نگاه باشه اینا همه نمکه. این ذره مزه کن، نگاه کن چقدر بهاره. ببینم چه مزه‌ایه. به نمکش هم خوشمزه است. سر تا نه حواسم هست. چقدر خوشگله. تا کجا باید بریم حالا؟
برو بعد من چراغ رو برمی‌دارم. آره آره میخوای من اینجا ول کنی بری؟ آره اینجا بشین. چقدر خوشگله بچه. ببین اینا همه نمک. یا خدا. به خدا همین نمک تو مغازه ها میفروشن داخل اصفهان همه جای دنیا. نگاه کن همین نمک هایی که میگن بهترین نوع نمک اینه. کجا بهترین نوع نمک اینه. خیلی باحاله. اینم آقا مصطفی دوست جدید من. این جای قشنگ آقا مصطفی منو میاره. نمک طبیعی. اینم سنگ نمک. چقدر خوشگلم. انگار برف واقعا. بذار خود تست کنم ببینم. با خدا نمکش هم خوشمزه است. شور نیست. زبونتون با زبون خیلی باحاله. خیلی قشنگه. بذار چراغمو بزنم. بچه با این تاریکی خیلی تو غار با این میریم. خب اینقدرم عرق کردیم که حد حساب نداره. بریم آخر. چقدر ادامه داره حالا؟ 250 متر. 250 متر؟ الان میخوام دستوری که رفتی داخل آب نرو. آره خیسه من مصطفی. کفشات نه از این ور بیا. میشه؟ آره نه میتونم بیام. اشکال نداره. الان کفشات پاره میشه. اشکال نداره. فدا نیست. چون که 12 برابر دریا شوی‌تره. مثل اسید میمونه آبش. چه جای قشنگی ولی بچه ها ترسناک هم به خدا. اصلا هیچی نمیبینی. نگاه کن غار رو میبینی داری میره اونجا. میگه با دولادو برام. حالا سرت بلند. جان؟ میگم حالا سرت بلند. آره حواسم هست. الهام من طبقه دومش رفتم. از اینجا رد نمیشه. خیلی ترسناکه. من میخوام برم دیگه. خیلی قشنگ. اصلا فکر نمی‌کردم نمک اینقدر جذابیت داشته باشه. یعنی بچه همه اینا نمک ها. غار نمکی. اینا همه نمکه. غار نمکی قش بلندترین غار نمکی قش طولانی ترین غار نمکی دنیاست. 250 متر. یعنی تا اون آخرش که میری سیاهی مطلق. فقط شاید یه خورده نوری چیزا باشه به خاطر سفیدی نمک هاست. اصلا باور نکردنیه. اینا همه نمکه. این نمکه. هرچی اینجا میبینی نمکه. منم نمکم. درست گفتم؟ بذار چراغمو بیارم. بچه میگن انقدر خاصیت پزشکی طبی داره. کسایی که مثلا سکته میکنن مثلا بدنشون دیگه مثلا قدرت تحرک نداره میان توی این نمک ها میخوابن. میگه خیلی از لحاظ طبی خیلی کمک میکنه. ببین اینا همه نمکه. الان من یه حس خیلی خوبی داره. یه جایی اومدیم که هیچ کس نیست به جز من و آقا مصطفی. به خدا بچه ها هیچ کسی نیست. نه آبادی هست، نه آدم هست، نه انسانی هست، هیچی، نه حیوانی هست. فقط ما دوتا. میگم اون مسافرهایی که شنای نقره رو میبردن اگه چششون به اینجا میافتاد به خدا خالی میکردن. نه چون واقعا نمک طبیعیه. نمک دریاییه دیگه.
اونم بچه اونم فرانسویان ببینینشون. داریم میریم سمت چاهکور. یه خورده جادهش هم ببینید. آره نه فکرم میخوام از بس مصطفی مهربونه من همه جا الان میگم به خدا. چقدر شلخته شدن. کرکسی گرفتیم پاپایا. من دوست دارم. دوست نداری؟ خوردیم آناناس و حالا این یکیه. میریم سمت چاهکور. دید یه خرچنگ بزرگی داخل آب نره باشه. چرا؟ الان میخوام یه خرچنگ با آب فیلم بگیر. صبر کن بگو. برو. کوش نیستش یا من نمیبینم. زیر خاک رفت زیر خاک بی وجدان. آره میره سب کن. خودش تکون میخوره. خیلی باد. این نگاه داره نفس میکشه. بچه داره تکون میخوره میبینی؟ اینا زیر این سنگا زندگی میکنن. باش. اینجا قبلا قلعه پرتغالیا بودن. از اینجا نمک صادر می‌کردن واسه پرتغال، درسته؟ آره. ولی خب به مرور زمان دیگه اونجا اقامتگاهشون بودی که خراب شده. اون خونه‌ای که اونجا اون آجرایی که اونجا اقامتگاهشون بوده خراب شده. اینم که اسکله بوده قبلا ها. منم که اینقدر شلخته شدم که